سلام و صد سلام به شما عزیزان گرامی. امیدوارم که ایام به کامتون باشه. میخواستم یه راهکار خانگی برای پرپشت شدن موهاتون بهتون پیشنهاد بدم. شما 2 قاشق غذاخوری ژل آلوورا و 1 قاشق غذاخوری روغن نارگیل رو نیاز دارید. اینا رو با هم ترکیب میکنید تا یه دست بشه. بعد به روی موی خشکتون میزنید. البته میگم باید موتون خشک باشه. میزنید به موهاتون و یکم ماساژ میدین تا این مواد جذب موهاتون بشه. بعد از نیم ساعت اونو میشورید. خب این چه خاصیتی داره؟ این مواد هم باعث میشه که بافتای مرده پوست سرتون از بین بره، هم میتونه که اشک‌کنندگی موهاتون جلوگیری کنه. هفته 2 بار این کار رو انجام بدین، به زودی نتیجهشو میبینین. شما رو به خدا میسپارم تا ویدیوی بعدی. لایک یادتون نره. خدا نگهدار.